بزرگترین آلتی تناسلی که تو دنیا تا به الان کشف شده مالی بال آبیه که طولش بین 3 الی 5 متره، یعنی یه چیزی در 3 برابر قدی من، شاید هم چند برابر قدی شما، اونش من نمیدونم. فقط اینم میدونم که من این ادعا رو رد میکنم، چون امروز تازه متوجه شدم که یه آلت جدیدی وجود داره که پتانسیل اینا داره که همزمان فرو بره تو 85 میلیون آدم و اندازش هم راست کشورمون ایرانه. لطفاً گوگل مپتون رو باز بکنید، بیان روی خلیجی فارس، اینجا نوشته خلیجی فارس، اما وقتی که زومش میکنید میبینید که زیرش یه خلیج عربم اضافه میشه. آره این همون آلتیه که بهتون گفتم، فقط خوشبختانه هنوز فرو نرفته، تازه سر رسیده بیرون. برای اینکه بتونیم جلوی درد این آلت رو بگیریم ما نیازمند 85 میلیون آلت ایرانی هستیم که همزمان فرو بکنیمش تو بیت رهبری. در غیر این صورت نه کرمی نیوه آ، نه روغن زردک و نه وازلین جوابگو از حجمی این درد نیست. خامنه ای ننه دو گاهیده